امکانش هست اینجا بمونم. باعث افتخاری سامورایی. بفرمایید مهمان ما باشید. اسم من میاموتو اوساگیه. اینجا تنها زندگی میکنی مادر بزرگ؟ بله، همسرم یه شمشیر زده، درست مثل خود شما. توی نبرد آداچیگاهارا نزدیک همینجا به قتل رسید. منم سالها پیش در اون نبرد شرکت داشتم. واقعا عجیبه که ول دوباره منو به اینجا کشوند. نیروهامون قطعا پیروز می شدن اگه یکی از جنرال هامون بهمون خیانت نمی کرد و کد بوشیدو رو نمی شکست. مهمترین کد یک سامورایی. بله، اون روز رو خیلی خوب یادمه. بارون و خون نبرد رو فرا گرفته بود و دریایی از گل خونی درست کرده بود. جنگ علیه فرمانده هیجیکی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه سرورم ژنرال تودا به ما خیانت کرده بود، داره جناح سمت چپ رو نابود میکنه. چی؟ تودا؟ اون ترسوی بستل؟ فکر میکنی اگه هیکیجی پیروز بشه پاداش بهتری بهش میده؟ ما به جلو حمله بر شدیم تا بتونیم خط دفاع دشمن رو از بین ببریم. من محافظ شخصی اربابم بودم. وظیفه من محافظت از اون بود، ولی شکست خوردم. سرورم نه! هرچند تعهد من به مرگ اربابم به پایان نرسیده بود، با سرعت خودم رو بهش رسوندم. بعد سرش رو بریدم تا دشمنانمون نتونن اونو در ملع آب برای تمسخر به نمایش بذارن. با دشواری زیاد خودم رو به تپه های آداچیگاهارا رسوندم. بعد از اینکه سر رو دفن کردم به نبرد برگشتم، ولی به پایان رسیده بود و من بدون ارباب به یه رونین تبدیل شدم. و اما شما مادر بزرگ، تعجب کردم که امشب چراغتون روشنه. در مورد دیوی که توی این تپه ها زندگی میکنه نشنیدید؟ یه دیو؟ نه ترس سامورایی. سرنوشت من این نیست که توسط یه دیو کشته بشم. شما هم خسته اید، میتونید توی اتاق بغلی استراحت کنید. حقه مسخرت میمیری سامورایی. نه دیو، این تویی که میمیری. شوهرم، منو ببخش اوساگی. دیوی که کشتی در حقیقت شوهر من بود، بویچی تودا. تودا؟ همون خائن. من دروغ گفتم، اون توی آداچیگاهارا نمرد. شوهرم فکر میکرد بعد پیروزی اربابش هیکیجی بهش پاداش میدن، ولی اونو تا سر حد مرگ کتک زدن و تبعیدش کردن. حتی اجازه سوپوکو هم نداشت، اجازه نداشت شرافتشو برگردونه. روح بویچی ویران شده بود. خیانت کردن به ارباب بزرگترین گناه یه سامورایی میتونه باشه و وقتی نتونست این خیانت رو جبران کنه نابود شد.
ماه‌ها سرگردون بودیم تا اینکه به یه خونه، یه خرابه رسیدیم. اون ازم خواست که اینجا زندگی کنیم. میخواست با نزدیک بودن خونه به محل نبرد خودش رو شکنجه کنه. هر شب تنها میرفت به کوهستان و با طلوع آفتاب برمیگشت. ولی هر بار که این کار رو میکرد یک ذره از انسانیتش رو از دست میداد و یک شب دیگه برنگشت. اون آروم آروم به یه دیو تبدیل شد. شما انتقام اربابتون رو گرفتید و حالا به خاطر فریب کاری منو بکش سامورایی، منو بکش. نه، یک کشیش بیار پیرزن و بهش بگو برای شوهرت مراسم زگاکی بگیره تا شاید روحش در آرامش باشه. شاید